آیا برای زن جایز است که در کوچه عطر بزند در حالی که شوهرش با همراهش هست؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که از یک کشور به کشور دیگری بدون محرم سفر کند؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که برای زینت نزد شوهرش موی خود را با موی دیگری بپیوندد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که همچون شاهد در عقد نکاح حاضر شود؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با برادر شوهرش دستفشاری دست بدهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که تلفن شوهرش را تفتیش کند، او را نظارت کند؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که در نماز امامتی شوهرش را کند؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که در حالی که شوهرش حاضر است به اجازه او روزه نفل بگیرد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که به عذر شرعی از حق زناشویی شوهرش دست بکشد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با درخواست شوهرش ابروهایش را قیچی کند؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که معصیت الله سبحانه و تعالی را نماید با اجازه شوهرش، با اطاعت شوهرش؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که شوهرش را از اهل خود یا از مادرش منع کند؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون شود؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که بعد از طلاق اول در دوران عده از خانه شوهرش بیرون شود؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که از خانه شوهر یا از مال شوهرش دزدی کرده بر اهل خانواده خود بدهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با دوست شوهرش صحبت کند، با او بنشیند یا هم صحبت شود؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که اسرار مناسبت های زناشویی را با دوستانش یا نزدیکان و خویشتوارش آشکار نماید؟ جواب نه. الله اعلم.